سلام بچه‌ها، من پارسان اکسوس هم. بریم سری تنظیمات بتلفیلد رو بهتون نشون بدم. Let's go. خب وارد تنظیمات بتلفیلد که میشیم، توی قسمت گرافیک اینجا برایتنس رو من پیشنهاد میکنم که روی 60 بذارین. ببینید تا آخرم که زیاد کنین به این شکل در میاد. روی 60 یه حالت ایدئاله. این دوتا هم که روی 50 شارپنس فیلد آف ویو و این گزینه رو روی این اعدادی که من گذاشتم بذارید خیلی کمک میکنه. حالا من خودم چون تو بازی تست کردم اینجوری خیلی بهتره. و اینجا حتما موشن بلر، این دوتا موشن بلر رو صفر کنید. حتما که تکون میخورید بلر نداشته باشه، همه چی رو واضح ببینید. کامرا شیک ماونت هم اینم حتما رو پایین ترین حالتش بذارید دیگه، زیر این نمیاد. از اون گزینه که رد بشیم میرسیم به دیسپلی. حتما وی سینک رو خاموش کنید. ورتیکال سینک باعث میشه که اینپوت لگ داشته باشین، یعنی مثلا یه کلیدی رو میزنین یا تیر میزنین دیر اون اتفاق بیفته. تنظیمات گرافیکی هم روی سیستم من پیشنهاد میکنم که اینجا روی های بذارید. الان مال من کاستوم شده چون این وی سینک رو خاموش کردم، یعنی حتما اول اینجا که روی های میذارین اینجا ویک سینک رو بعدش خاموش کنید. اگه FPS تون پایین تر از چیزی بود که مد نظرتونه، اینجا توی ادوانس که بیاین میتونین DLSS رو روشن کنین. حالا اگه بازم DLSS جواب نداد، کارتتون جدید بود، مولتی فریم جنریشن هم میتونین استفاده کنین. از این مورد که رد بشیم میرسیم به قسمت کراس هیر اند ایندیکیتورز. اینجا همونطور که میبینید کراس هیر همون نشونه‌ای که ما توی گیم میبینیم. اینو بهتون پیشنهاد میکنم که رنگش رو از اون حالت دیفالت در بیارید. سفیده، تو رنگ سفید خوب دیده نمیشه. روی سبز که بذارید خیلی بهتر دیده میشه. اینجا میتونید ضخامتش رو کم و زیاد کنید و اینو نمیدونم چیه. اینجا هیت کالره، یعنی تیر که به انمی میخوره اون بغلش دمیجی مینویسه، مثلا 30-40 اینا. اینو مینویسه هدشات قرمز. هدشات حتما طرف، یعنی حتما نمرده، ولی اون تیر، اون هیتی که به سرش خورده، حتی اگه یه دونه تیر خورده هم قرمز نشون میده که خیلی خوبه. میفهمیم که مثلا ما یه دوتا شات به هدش زدیم و الان مثلا دمیجش پایین شده. کیل کالر هم که روی سبزه. بازی کنید مطمئن باشید که خیلی بهتره، خیلی بهتون کمک میکنه. این پایینی ها مربوط به دمیجای مثلا تانک و ماشین و این چیز هست. این دوتا رو هم میتونید به این رنگا در بیارید. از این که بگذاریم میرسیم به اون قسمتی که بخوایم پینگ خودمون رو توی بازی ببینیم. به قسمت سیستم که میایم اسکرول پایین میکنیم، یه دونه نوشته اسکوربورد پینگ. اینو که بزنین تبو که میگیرید وسط بازی پینگتون رو توی گیم بهتون نشون میده. بی پینگ بقیه هم نشون میده، بغل اسم هر کی پینگشو مینویسه. و همین دوستان، فعلا بازم اگه هر سوالی چیزی داشتین حتما توی کامنت ها برام بنویسین، میام جوابتون رو میدم. ستینگی چیزی رو خواستین عوض کنین پیدا نکردین یا مثلا مشکلی داشتین، چون بتلفیلد یه مشکل سی پی یو یوزیج هم داشته که سی پی یو خیلی زیادی از سیستمتون مصرف میکنه، مثلا به 100 میچسبه یا اینا. اونم یه راه حل هست براش. اگه همچین مشکلی داشتین برام کامنت بذارید، من براتون راه حلش رو کامنت میکنم. مرسی که با من بودین. فعلا خدا حافظ.